زلزله ترکیه و سوریه تعداد شهدا به 17,000 نفر رسیده. چند هزار نفر تا به میل لحظه و شاید 2-3 برابر بالا بره. 17,000 نفر. حال دیگه جا نگوییم که خدا سر مسلمان ها چی آورده؟ چی آورده سر مسلمان ها؟ خودش میفهمه، قربان ذاتش خیلی خوب میفهمه. اختیارش است، ملکیتش است، داناییش است، فهمیدگیش است، علمیتش، هر چی که میکنه خانه‌ایش است، خودش است، هر چی که اختیارش است. من در خانه خود کدام اندازه‌ای که صلاحیت دارم تو نداری. تو که در اندازه خود کدام خانه خود کدام صلاحیت داره تخریبش میکنه، جورش کس کارت نداره. او رب هست، مالک آسمان ها و زمین است، هر چی خواست میکنه و خود با حکمتش میکنه، موتور به حکمت نمیکنه. خود با کمال حکمتش انجام میده. در یک تکان هم کفر تکان میده، هم مسلمانان رو تکان میده. و میگه برگردین به سوی خدایتان، تیر شوین از هندو، از پرستش نکنید غیر خدا را. به ما و تو میگه که متوجه باش که این زلزله الساعه شیء عظیم. این زلزله های کوچک کوچک است، ولی اون زلزله روز قیامت بزرگ است. متوجه باش او رو خدا گفته که بزرگ است. ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. قارئ بای محترم میفهمه و میفهمه. اینو باید تو تصدیق بکنی، دیگه فلسفه گویی نکن که چرا تو شد، چرا او تو قبولش کن. کدام جایی که پیام خدا را میشنویم دیگه اونجا نگیم که چرا اینمی تو شده. در مورد زنها ای تو فیصله آمد، زنها بگه نه خیلی چطور شد. روز برای من یکی از خواهرها پیام گذاشته بود، میگه چرا در قرآن کریم اومده للذکر مثل حظ الانثیین، حق یک مرد به اندازه 2 زن هست. این چطور شده؟ هیچ قسم تقسیمات هست. استغفر الله. یک دفعه نمیبینه که میراث کلش میاد، تمام علم میراث فقط به یک کلمه خلاصه میکنه که میتونه است. باز من گفتم ما مردم مهر نداریم، شما چرا مهر دارین؟ دیگه بس تلفن قطع کرد، چیز نگفت.